آقا چی کار داریم؟ جلو نیا، میخوام خودمو پرت کنم تو دریاچه. کنار بلدی؟ بیافتی غرق میشی یا؟ سعی نکن جلومو بگیری که واسه خیلی بد میشه. یه نگاه من بنداز، از این بدتر هم میشه. از سراوزت معلومه که آدم حسابی هستی. بودم ولی ورشکسته شدم. الان یه آدمی هم که همه چیزش از دست داده. ورشکسته یعنی یه چیزایی داشتی از دست دادی. من چی بگم که از همون اول هیچ چی نداشتم. خانواده‌مو سرشکسته کردن، بدبختشون کردن. تو باز یه زن و بچه داری، من که یادداشت دارم میشه. اونم رفت، زندگیم رفت، کتاب فروشیم رفت. داداش اینا رو هم داشتی؟ من که اصلا اون اول فقط همین گونی رو داشتم. امروز دیگه نامه نوشتم، اومدم کارو یه سره کنم. بابا دمت کرد. سوادم داری؟ آقا میخوای شما بیای بپری من گونیتو نگه دارم؟ بازم خوبه، قبول داری که یکی از خودت داغون تره.